السلام علیکم هموطنان عزیز. امروز من در صفحه فیسبوکی یک مال گروپ اینین که رایان ناحیه اینی چشمم به یک معجزه افتاد، گویم خطا نمیکنم. دوستان عزیز، من بحر شما این سخنها رو قرائت میکنم، با دقت گوش کنید. کم نیستن شخصانی که در این لحظه حساس در فکر و خلق دیار خود باشند. صاحبکارانی برون مرز دره اسکندرکول که در فدراسیون روسیه شهر مسکو کار و فعالیت میکنند، برای بیمارخانه فیلل زرافشانی شهرک سرواده با مبلغ قریب 100,000 سامانی دارواری و لوازمات طبی روان نمودند. احسن و آفرین میگوییم به چنین فرزندان وطن دوست و به آرو به ناموس دیار. من نیز از فرصتی مناسب استفاده برده از نام کانال فکر شما، از نام پادپیسچگان کانال فکر شما زیاده از 3,000 میباشند، مینداری خود را بیان میکنم و از نام کل مردم تاجیکستان، از نام کل مردم زرافشان احسن و آفرین میگویم. الله بزرگ دولت شما را دوچند زیاد گرداند، عمرتان را دراز کند، در کارهایتان بردباری خواهانیم. دوستان عزیز، در نمازهایتان برای این مردان خدا دعاگو باشید، دعا کنید که صفی همه خیل مردای خدا را زیاد کنند. من نتوانستم این خبر خوش را برای شما نرسانده باشم، چشمم را پوشیدن نتوانستم. دوستان عزیز، باز یک بار دیگر دعا میکنیم که الله صفی همه خیل مردها را زیاد گرداند، دولتشان را دوچند گرداند. بار دیگر السلام علیکم. سلامت و بردم باشید، در امان الله باشید، در حق وطن عزیزمان تاجیکستان دعاگو باشید که الله بزرگ این وبا را از تاجیکستان و از جهان نست نابود گرداند و ما مثل پیشتر کار و فعالیت خود را دوام داده باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.